مراسم چهارشنبه سوری در بعد از ظهر روز سه‌شنبه آخر سال نزدیک به غروب، یعنی هنوز آفتاب بود، اجرا می شد. قاعدتا هم در باغ و باغچه اطراف شهر، چون هر کس از خودش هم اگر باغ و باغچه‌ای نداشت یا کل و کلگیری به قول ما نداشت، یعنی مزرعه‌ای نداشت، بالاخره در خاندان و خانواده یکی داشت که اونجا جمع می شدن و یه مقداری نقل و شیرینی می بردن و چند تا آتش با بوته و اندکی مثلا ترکه های خشک چوب درست میکردن و میپریدن و همین زردی من از تو، سرخی تو از من میگفتن، آدم آجیل هاشون رو میخوردن و بر میگشتن به خونه هاشون. این گونه برگزاری چهارشنبه سوری تا زمان نوجوانی من هم بود، یعنی تا 16-17 سالگی من که به وضوح دیگه اجرا میکردیم. و اما یک آیین بسیار محکمی که عجیب از این آیین حرمت نوروز معلوم بشه و در خیلی خانواده ها مونده، از جمله در خانواده و خاندان و فامیل کوچک خود من رعایت میشه. شاید بعضیا رعایت نکنن ولی خیلی رعایت میکنن. با اون اینی که به هیچ وجه نمیخواستن در نوروز عزادار بمونن. این خیلی جالبه. ببینین، یعنی اگر یک مرده، یک کسی درست قبل از سال تحویل خاک میشد، دیگه همون سر قبرستون، خود من بارها اینه شاهد بودم، حتی از من خواستن که آقا تو اعلام کن به فامیل، آقا این مرده چون قبل از سال تحویل خاک شد، خانواده و فامیل و همه متعلقان هیچ گونه عزاداری و لباس سیاه اینا نباید بپوشن سال نو. غمشون به دلشون، اما همه فامیل آزادن که زندگی معمولیشونه در عید نوروز بگذرونن، حتی اگر قرار ازدواجی دارن هیچ اب نداره. خب مرده‌ای اگر بعد از سال تحویل خاک میشد، اون دیگه حسابش سوا بود و در عزا میموند خانوادش. و از همه جالبتر اینی که مرحومی را که قبل از سال تحویل به خاک سپرده بودن در همون جا اعلام میکردیم و میکردن که آقا 3 هفته و چون 3 هفته میگیرن سیستانی ها، 3 هفته و 40 سال این مرحوم همینجا تمام شد. تمام، ما همینجا سالشو زدیم. چون سیستانی ها معتقد به اینه که 1 سال عزادار باشن کلا نمیمونن. سال را با این اسم مراسمی میدانند که بعد از فوت عزیزی، حالا در 40مش 50مش و ما بعد، میگن سالش و مجلسی میگیرن. و این مثل در سیستان رایجه که 1 سر شال، یعنی 1 طرف مجلس، 1 سر شال عروسی، 1 سر شال عزا. دیگر آیینی که در سیستان مرسومه و در دل خودش حرمت نوروز را نشون میده اینه که سیستانی ها برخلاف بعضی جاهای دیگر حتما زیارت اهل قبور رو قبل از سال تحویل میدن. حالا جاهای دیگه به این اعتبار که بعد از سال تحویل بریم و
به قول معروف سلامی به ارواح مردگان بدیم و به نوعی تبریک سال نو رو بگیم، به این تعبیر حتما بعد از سال تحویل میدن. ولی سیستانی ها سخت معتقدن که قبل از سال تحویل برن. چرا؟ برای اینه که در ایام نوروز رفتن به قبرستان و مجالس عزا و این گرفتاری ها اگر اجباری نباشه باید رعایت بشه که نرن. نتیجتا این هم از ویژگی های سیستانی هاست که زیارت اهل قبور حتما قبل از سال تحویل میدن و دیگه در ایام عید نمیرن. جالب این توضیح را هم درباره آردی که ازش کلوچه میپختن بدم. اون زمان امکانات کنونی نبود که آرد سیلو باشه و کاملا مغز گندم را نان بکنن. برای اینه که گندم حد اقل سبوس را داشته باشد می اومدن گندم می شستن، هیچ گونه گرد و خاکی نداشته باشه و بعد خشک می کردن و قبل از اونی که کاملا خشک بشه، هنوز اندکی رطوبت داشته باشه دانه ها، آسیاش می کردن. بیشترم حالا در آسیا دستی بود دیگه، بعدها آسیای موتوری هم آمد. چرا اندکی باد مرطوب می بود؟ چون به این وسیله تا آخرین ذرات سبوس هم به وسیله الک یا به قول ما کرباسی گرفته می شد و مغز آرد می موند و از این کلوچه می پختن و بسیار مطلوب بود. این گونه آرد برای نان کهر هم استفاده می کردند. درباره پختن تجگی یا همون سمنوی کیکی که من دیدم روایتش در روستاهای گرگان هم دقیقاً اطراف کردکو، وقتی دیدن این نان بردم صبح اول عید بعد از سال تحویل ببخشین برای همکارا، گفتن این نان سمنیه و درست میگفتن، یعنی سمنوی نانی، بله مثل کیک. اینو توی قلیف میپختن. حالا به چه صورت؟ تای قلیف روغن میمالیدن، خودش هم که روغن داشت، این سمنو روغن هم داشت چون مثل کیک در میمد. و بعد اون موقعی که امکانات فرو این مسائل امروزی نبود، اینو زیر دوده میپختند، یعنی دقیقاً این درش چفت میکردن، اطرافشو گل میمالیدن که حرارت خیلی مستقیم هم نخوره، مخصوصاً قسمت اتصال درب قلیفه گل میمالیدن، میگذاشتن در جایی که نوعی آتش انبوه درست کرده بودن از پهن. اون آتش رو میزدن کنار، قلیفه میگذاشتن، دوباره آتش ها رو میکشیدن روی این و گاه اگر لازم بود مقداری هم دوباره بر او پهن خشک میافروختن که این آرام 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 میپخت. و البته خیلی ها مخصوصا در دستگاه بزرگان مثل مرحوم خان ملک اینو زیر ماسه بادی میگذاشتن و بر روی ماسه بادی تلی از آتش درست میکردن، ماسه ها داغ میشد و این غذایی که باید فرپز میشد، حالا هر غذایی بود از جمله سمنو یا تجگی سیستانی، زیر اون ماسه ها آرام آرام میپخت. از همین نوع طبخ
غذای سلطنتی هم که در دربار کیانیان من شنیدم از پدر و مادرم، گوسفند شکم پر بوده که اون را هم در خیلی مراسم بر سفره میگذاشتن. اون را هم به همین صورت زیر ماسه بادی میپختن و بعد میتکندن، ماسه ها رو میآوردن رو سفره، باز میکردن پوسته و اون گوسفند فرپس شده رو به اصطلاح با ادویه‌ای که داخل شکمش بوده باز میکردن و میخوردن، و مخصوصا در مراسم. از گفتنی های درباره نوروز یکی هم این که اگر قاعدتاً پسرها، چون اسم نوروز بر دختر نمیگذارن که به عقیده من برای دختر مناسب تر هست، بگذاریم، اگر پسری متولد میشد در ایام نوروز حتما نام او رو دوست داشتن نوروز بگذارن. و خب البته این تسری به ایام دیگه هم داشت در سیستان. مثلا اگر در هنگام عید قربان بود اسمش یا قربان یا حاجی میگذاشتن. و جالب که این سنت نامگذاری مناسب با تقویم در بین ترکمن ها بیشتر رعایت میشه. مثلا ما میبینیم یک ترکمن اسمش هست چهارشنبه، از دوستان بسیار صمیمی همکارم بود، خدا رحمت کنه، یعنی چهارشنبه، میگفت من روز چهارشنبه به دنیا آمدم. یا غیر ترکمن ها در گردان، فارس ها، اسمش بود محرم، چون در ماه محرم به دنیا آمده بود. و در خود سیستان خیلی ها اگر اسمشون سفره احتمالاً در ماه سفر به دنیا آمدن. همچنین در سیستان البته بحث اندکی فرعی میشه ولی مناسب یادآوری بشه، مناسب نام‌های روزهای هفته هم اسم میگذاشتن. مثلا شنبه چون به شنبه متولد شده بود در فامیل خود من، یا جمعه چون در جمعه به دنیا آمده بود. همین جمعه با نام ایرانی ترش در بین ترکمن ها به صورت آنه محمد، آدین محمد، باز نام یکی از روزهای هفته. جالب این آشنایی و شناخت این فرهنگ ها.